مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 اکتبر سال 2022 از آشکار شدن دو حالت قلابی، یکی به مبلغ قریب 2 میلیون روبل روسی و دومی به مبلغ 325,000 سومانی یا بیش از 30,000 دلار خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه فردوسی با عریضه مرد 28 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که سال 2022 مرد 33 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 1,870,000 روبل روسی را گرفته وعده داده است که در مدت 2 شبانه روز آنها را برمیگرداند، اما این ساکن پایتخت وعدهش را اجرا نکرده تا حال مبلغ‌های ذکر گردیده را برنگردانیده است. همچنین نسبت به مرد 33 ساله ساکن شهر خوجند از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه باباجان غفوروف پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. چنانچه او سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 35 ساله ساکن همین نویه در آمده با وعده تامین ساختمان بنای بلندآشانه با مسئله ساختمانی از او در عموم 325,000 سومانی پول گرفته مبلغش را تا حال برنگردانیده است. از روی این حالت‌ها تفتیشات ادامه دارد.